سلام آقا، خوشگل میسید. علیک السلام. از این طرف بفرمایید، منتظر شما. ممنونم. ساقو. زحمت نکشید، اهلش نیستم. ببخشید. الان سریعشم میاد. سلام عرض میکنم آقا. از اینکه مصدق اوقات شدیم شرمنده ایم. سلام خانم، اختیار دارید، من در خدمت شما. قضیه قدری بغرند شده. ما به چند جا عارض شدیم اما افاقه نکرده. تعریف شما هم خیلی شنیدیم که همیشه جانب مظلوم میگیرید. اغراق کردن. تصور نمی کنم. یه قطعه زمین بزرگ از دارایای خانوادگی ماست که قصد داشتیم با حفر چاه و قرض نهال یه باغ ایجاد کنیم، اما به محض اینکه خواستیم شروع کنیم یه آقای مانع کارمان شد که گویا اسناد معتبری هم در دستش داره. همونطور که ملاحظه میکنید بابام ناخوشه. طرف هم آدم خیلی با نفوذیه و خیلی جاها دست داره. زور من تنهام بهش نمیرسه. اسناد شما معتبر است؟ البته. چطور میشود که 2 سند برای یک زمین. وکالت این زمین به عهده برادرم بود که 2 سال پیش سیل گرفت و مرد. خدا رحمتشان کنه. خدا رفتگان شما را رحمت کنه. حالا این آدم مدعی شده که زمین رو به مبلغ 1000 تومان از برادر من خریداری کرده، اما اشکال اینجاست که نه از اسناد ایشون در کاغذهای برادرم چیزی موجوده، نه از اون 1000 تومانی که ادعا کرده پرداخته. پول کمی نیست، بدون اثرم گم نمیشه.
سند مذکور رو همراه دارید؟ از سایه تقدیم میکنم. این روزها چند دعوی کهنه و بی‌معنا وقت مرا گرفته. انشالله از هفته دیگر ماجرای شما را دنبال میکنم. هفته دیگر؟ اشکالی نداره. به هر حال تشکر میکنم. خدا حافظ شما. خیلی پیش. صبح بخیر. صبح شما هم بخیر. به نظرم قرار بود از هفته دیگر پیگیر شوید. خب بله عرض کردم، ولی شاید بهتر باشد که عجله کنیم. خیر است انشالله. بفرمایید برویم. الله حافظ. زمین بزرگ و مرغوبیه. یعنی بیشتر از 1000 تومان میارزه؟ خیلی خیلی بیشتر. همه زندگی ما همین زمینه. مطمئن باشید اگر گشت تو این معامله باشه من کشف میکنم انشالله. چیز مشکوکی هست؟ یحتمل. خیره نمیدونم. مطلب مهمی نباشه شاید. این معامله 2 سال پیش انجام شده. شاهد ممضای سندم سال پیش به پایتخت منتقل شده. با فوت اخوی و غیبت شاهد عملا هیچ راهی برای تعقیب نیست. فعلا من مکتوبی برای شاهد سند ارسال کردم، منتظر پاسخشم. عزیز الاساس انشالله. الله چه معززتون کوکب خانم.
کارداش اسماعیل چی شده؟ یاد اون خدا بیامرز افتادم. چطور؟ ملیه زن زندگی بود. خیلی بهش عادت کرده بودم. فرستادیش پی نخ سیاه. قربان اولم سنه اسماعیل. به من که خواهرتم درد دل نکنی به کی میخوای درد دل کنی؟ این دفعه فرق میکنه. خواهر این دفعه انگاری برادرت عاشق شده. کی؟ روزی که ملیحه از دنیا رفت به خودم گفتم دیگه برادرم به زندگی بر نمیگرد. قربان اولم سنه اسماعیل. الله شکر، الله شکر. سلام آقا، خوش آمدید. حالا که نامه دوم ایشونم بی جواب مونده، قبول زحمت کردن برن تهران تا بلکه اون طرفو پیدا کنن. امید که هست آتا جان. باید صبر کنیم ببینیم چی پیش میاد. چشم آتا جان. بابام اصرار دارن به شما بگم که مهرتون خیلی به دلشون نشسته. علاقه عجیبی به شما پیدا کردن. جمال محمد سلام. yollar خراب. سید کارداش نگران نباش، بلکه ملاحظه چیزی رو کرده نیامده. بالاخره آمد. الله شکر. سلام، ببخشید که قدری دیر شد. دیر که نشده، البته من توقع نداشتم. ایشان کوکب خانم که ذکر خیرشان بود، همشیره بنده. تعریفتون از اخوی زیاد شنیدم. اخوی از آدم تعریف نکنه کی تعریف بکنه؟ دیر که بر نمیگردید، نگران میشم.
نگران بنده یا قضیه زمین؟ البته زمین که نگرانی نداره. این رونوشت سند مورد معامله شما. اینم امضای شاهد و ممضای سند. لطفاً تاریخ امضای این سند رو بخونید. 12 شعبان المعظم 1282. خب 82. اینم مکتوب اداری انتقال میرزا یحیی از تبریز به تهران. به چه تاریخی؟ اول رجب المرجب 1282. خب که چی؟ و متن مکتوب چیه؟ قید شده که میرزا یحیی 1 هفته بعد از رؤیت این مکتوب خودشو باید به تهران منتقل کنه. سید میرزا آقا، منظورت از این جفنگیات چیه؟ میرزا یحیی در تاریخ امضای این سند در تبریز نبوده. چطوری میتونسته این کاغذها رو امضا کنه؟ رندی کردی حضرت آقا. از تقارن فوت پسر آقا بزرگ و انتقال و ارتحال میرزا یحیی از تبریز به تهران به فشر جعل سند افتادی. الان هم 2 راه پیش پای من و شماست. یا خیلی محترمانه زمین رو به نام سبی آقا بزرگ برمیگردونی یا دعوی رو به محکمه نزد قاضی میبرم. منم حافظو خیلی دوست دارم. الله تو خوششر. دوش در حلقه ما صحبت گیسوی تو بود. تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود. گویند رمز عشق مگویید و مشنوید. مشکل حکایتی است که تقریر می کنند. تازه میخانه و می نامونشان خواهد بود. سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود. میشه گفتم ز طرب زان که چو گل بر لب جوی بر سرم سایه آن